با فولادهای ساختمانی شروع کردیم و الان خدا رو شکر فولادهای آلیاژی و فولادهای خاص هم داریم تولید میکنیم. انشالله به زودی زودم که طرح فولادسازمون راه اندازی بشه و بتونیم کیفیتمون رو بسیار بالاتر ببریم. ماشینالاتمون تمام وارد شده، بحث نصب اونها رو داریم. ما توی بحث کلاف هم ما بیشتر کلافای صنعتی ها داریم تولید میکنیم که کل پروسه صنعت ما داریم تامین میکنیم. انشالله برای بحث صادرات چه فرمودین، ما محصولات ساختمانیمون رو به کشورهای اطراف خودمون مخصوصا عراق و کشورهای CIS داریم صادر میکنیم. دوردست کشورهای آفریقایی هستش و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم ما داریم انجام میدیم و از اون طرف هم از کشور حاشیه خلیج فارس هم ری اکسپورت میشه به سری کشورهای دیگه. مجموعه فولاد کویر با توجه به سابقه‌ای که کل مجموعه دارن و چابکی که ما داریم، ما تونستیم توی بازار ماندگار باشیم و خدا رو شکر صادراتمون هم هنوز توی صدر صادرات کشوره.